ما یه چیزی داریم به اسم عزت نفس اجتماعی، یعنی جامعه دستشو برای نیازهاش جلو هر کسی دراز نکنه، یک فقیر مستقیما بهش کمک نشه، عزت نفس و اباحت و غرورش شکسته نشه. همیشه در ادیان مختلف هم داریم که غیر مستقیم کمک کنن به فقیرها. حالا وقتی که ما فرهنگی ساخته میشه در دنیا به اسم سکه انداختن و نقطه صفر، سکه انداختن درون فواره ها و حوضها، سکه انداختن تو پوتین توی پترهوف، پای مجسمه آکوامن تو پترهوف. علتش اینه که این سکه هایی که جمع میشه رو مردم جمع نمی کنن. زمانی که کسی نیست، اون کسی که عزت نفس داره و نیاز داره میره اون پولو جمع میکنه. یعنی چرخه اقتصادی از قشری به قشر دیگه با حفظ غرور جامعه انجام میشه. این شانس سومین دلیلیه که شانس توی یک جامعه وجود داره و باور بهش وجود داره. استدلال شما من شانس رو در افریقایی ها، در سرخپوستا که چرا دیریم کچر میبافن، دیریم کچر در دنیا نمودهای متفاوت داره. دیریم کچر سرخپوستا در ترکیه میشه اون چشم نظر آبی سفید، در ایران میشه سنگ‌های دایره‌ای رسوبی، در اعراب میشه انگشتر باباغوری. همه نمودشون یک نقطه مرکز داره. در یزدی‌ها و مردم کویری و بلوچی میشه به علاوه چوبی که با نخ میبافن و زیر اسفند آویزون.